عبدالرحمن زندانی میشود. ما به اتحاد وحدت نیاییم. اگر یک من را تهمت کردن شود، یک دومنا به حبس گرفته می شود. ما جمع نشیم. اگر سرمایه کشور ما به یک ما برده می شود، ما اتحاد وحدت نداشته باشیم. اگر زمین کشور ما فروخته می شود، ما را گرد هم جمع نشیم برای منفعت کشورمون، برای اینکه ما پیش راه این ظلم، استبداد، این ناعدالتی را بگیریم. پس چه چیز میتواند که ما را گرد هم جمع کند؟ انا همین کسایی که میبینید در اینجا حالا با ابتکاری فرزندان و نزدیکان مرحوم استاد سید عبدالله نوری که بیشتر حق دارد در صلح و آرامی در کشور امروز در اینجا جمع شدن، من امید میکنم که در آینده همه ما انا همین کار را پیش بگیریم. اینکه مراجعت به کشور تاجیکستان ضرورتی ندارد. همه تمامی عزیز حکومتداران این کار اون را آزاد کرده شود، این نمی شود. این ما و شما هستیم که بتونیم ما کشورمون را آزاد کنیم، سرزمینمون را، استقلالیت کشورمون را حفظ بکنیم، میراث گذشتگانمون را از خود بکنیم، ظلم را از کشورمون برداریم، مظلومان را از حبس‌ها آزاد کنیم. این وحدت ما هست، تجمع ما هست. اگر ما نیرو هستیم، یک دست میشویم، میتوانیم این کار را بکنیم. من گفتنی هستم. این کسانی که در تاجیکستان، مقامات تاجیکستان اصلاح شونده نیستند، هستند کسانی که به انصاف هستند. باید دست از این ظلم، از این استبداد، از این ناعدالتی بردارند تا به این حد برسیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما امروز در میتینگ تاجیکان قرار داریم. این میتینگ به خاطر یک نفر از خویش و تباران خدا رحمتی برادرزاده استاد نصرت الله سعیدوف که در تاجیکستان آن را زندان کردند و یعنی نمیدونستند که به خاطر چی او را زندان کردند. یک گناهی پیچیده را برای او پیشنهاد کردند و او را بردن زندان کردند. خوب دوستای عزیز، در اینجا یک جمع کلانی از مردم تاجیک جمع آمده هستند که بر ضد رحمانوف استعفا بگویند و رحمانوف بگویند که رحمانوف استعفا و شما صدای استعفای مردم میشنوین و استعفا وحدت یک جایگی. ای هموطنان عزیز، خواه در روسیه هستید، خواه در قزاقستان هستید، خواه در داخل کشور هستید، خواه در کشورهای اروپایی هستید، فقط تنها ما و شما با وحدت میتوانیم این کار را. دوستان عزیز، چنانکه که شما می‌بینید مردم در اینجا جمع آمدگی هستند به خاطر تظاهرات. دوستایی که شما در پخش زنده قرار دارین میتوانید که این را باز پخش بکنین و در اینجا برادر محمد سعید رضایی برآمد دارند. خیلی زیاد مردم در اینجا جمع آمدند، تاجیکان که بر ضد ناعدالتی فکر اندیشه خود بگویند. به همون خاطر خوب دوستای عزیز، شما میتونید که گپای مردم گوش کنین، میتونین که گپای مردم در اینجا خوب من زیاد صحبت نمیکنم، شما خودتان میتونین که در اینجا ببینین که مردم چی صحبت دارن و صدای استعفا در اینجا صدا میزند. خوب تشکر بازم. آزادی و زندانیان سیاسی. آزادی آزادی و زندانیان سیاسی. آزادی و زندانیان سیاسی. آزادی و زندانیان سیاسی. آزادی و نصرت الله سعیدوف. 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 ظلم بس است. حالا از یک خواهر، از یک مادر خواهش میکنیم که در اینجا آمده و وابسته به این کارهای
حیات میتونی که مرا بیشتر چی کنی ثبت بکنی. خوب ما در اینجا در نزدیکی اینجا نزدیک شدیم چون برای ما جالب بود که ببینیم میتینگ تاجیک‌ها را در اینجا و بر ضد ناعدالتی نیز صدای خود بلند بکنیم و بگوییم که مردم ما بر ضد تمام ناعدالتی های هستیم که در کشور ما صورت میگیرد. زندان کردن مردم تاجیک و به خانمان کردن شهروندان تاجیکستان از طرف رژیم. خوب سلام و درود به مردم شرفمندی تاجیکستان. سلام و درود به مردم شرفمند تاجیکستان و مادران و زنانی برآمد و سازمان‌ها و جمعیت‌های تاجیکستان. ندای من همچون مادر این است که بس است فرزندی مادری تاجیک را زندان کردند، ظلم کردند و در یخچال‌ها انداختند. مادری تاجیک برای این فرزند به دنیا نآورده است. ظلم بس است. به خاطر زندانی‌های سیاسی از محمد علی حیید تا آخران زندانی داملا نصرت‌الله سعیدوف همه را آزاد کنید. ظلم بس است. به خاطر مادران، به خاطر فرزندان، به خاطر آن خواهرانی که امروز داغ دوری از پدر، از خانواده، از تمام مشکل‌ها را به دوش خود گرفتند. به خاطر آن اشک مادران ظلم بس است. دیگر ما ندایم را به حکومتداران نمی کنیم. ما ندایم به آن زنها هست، به آن مادران و خواهران است. ما برخیزید برای دفاع این شهروندان که امروز در ظلمات و در یخچال‌ها خوابند. به خاطر آزادی، به خاطر عقیده برخیزید و صدایتان را بلند کنید. امروز فرزندای ما هستند آنها. اگر ما صدای ما را بلند نکنیم به سر هر یک مادر تاجیک امروز آمدنش ممکن است. به همین خاطر خواهش میکنم همچون مادر برادرای ما را از قید زندان آزاد کنید، فرزندای ما را آزاد کنید. ندای من به سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان به خاطر آزادی زندانیان صدایتان را بلند کنید. شما هم مادر دارید، خواهر دارید، زن و دختر دارید. هر زن و مادر میخواهد در کنارش یک مرد برومند خانواده‌اش باشد. به همین خاطر شما هم امروز را انتظار باشید اگر که از پی آزادی این مردان نیستید. خداوند نگهبان همتان به امید آزادی زندانیان سیاسی. ظلم بس است. ظلم بس است. ظلم بس است. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. به امید پیروزی و وحدت. به امید پیروزی و وحدت. خدا نگهبان همه. خب تشکر زیاد از خواهر گرامی. خوب برادران، آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به نصرت‌الله سعیدوف. 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 زنده باد وحدت یک پارچگی. زنده باد وحدت یک پارچگی. زنده باد عدالت. زنده باد عدالت. زنده باد عدالت. زنده باد عدالت. خب فعلا از یک برادر دیگر از رئیس کمیته زندانیان از بابای ارشاد خواهش میکنیم که آماده در اینجا صحبت خودشان را دوام بدهند. رئیس کمیته زندانیان سیاسی ایشان اوسطا رو برآمد دارند.
بابشان مامشر اوز میجنه نیه سلام خدای بخشنده مهربان بابشان سلام و سین درود تسلیم کن سلام و درود حضور همه برادران و خواهران عزیز که اینجا حضور دارند واقعا هم امروز همگان بدانند که سبب جمع‌آوری پیوندان و نزدیکان یکی از اساسگزار صلح و وحدت در تاجیکستان استاد سید عبدالله نوری در اینجا برای آزادی برادرزاده این مرد شریف نصرت الله سیدوف که به یگان جرم خیلی که ما میدانیم به یگان جرم امروز در تاجیکستان روانه زندان شده است. ما همه جمع آمدیم، ما هم از فرزندان و شاگردان استاد سید عبدالله نوری به حساب می رویم. به همین خاطر ما امروز از کشور تایلند وقتی که این اعلان را شنیدیم با جمع از برادران و خواهران در اینجا آمدیم تا که صدای خود را، صدای ما همه برادران و دوستان را به گوش مقامات قدرتی تاجیکستان، به گوش حکومت تاجیکستان برسانیم و طلب کنیم که امروز این برادر، این دوست ما نصرت الله سیدوف که همگان میدانند امثال دیگر نفران روانه زندان شده ایستادند، از همین خاندان این سیومین نفر است که امروز روانه زندان می شود به یگان جرم. همه سازمان های بین المللی حقوق بشر، همه دیگر سازمان ها و کشورها اینها بعد از تحقیق پرونده های اینها و خلاصه آمدند که این افراد، این مردم، این مردانی که روانه زندان می شوند هیچ گناه ندارند و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد هم چند سال قبل در باره دیگر چند از برادران ما و شما زیاده از 13 نفر که در زندان ها امروز به سبب روانه زندان می شوند پرونده اونها را دیده برآمد و قرار قبول کرد که مقامات های تاجیکستان به چور و چرا به یگان شرط شروط این نفران را آزاد کنند و با پرداخت جبران مالی باید اینها آزاد شوند. به همین خاطر برادران دوستان عزیز، سبب جمع آمدن این مردم هم باعث خیلی هم خوب است که این مردم، این دوستان، این پیوندان، این خاندان در اینجا جمع شدن و از مقامات تاجیکستان این طلب را پذیرفته شدند. ما امروزها شاهدی حال هستیم که بخش از این خانواده دیگر مردمی از این کشور تاجیکستان، چه از مردمی بدخشان و چه از دیگر مناطق تاجیکستان که امروز بیگناه روانه زندان می شود، همه ما این بازداشت های خودسرانه مردم را که بیگناه هستند محکوم میکنیم و از مقامات های تاجیکستان، از حکومت تاجیکستان با قاطعانه طلب میکنیم که این نفران زندانی بخصوص نصرت الله سیدوف و امثال دیگر نفرانی که چند روز قبل امثال امرالدین علاوتشاه و چهارشنبه و دیگر هم از زندانیان سیاسی در برابر این بزرگمرد نصرت الله سیدوف حتما باید آزاد شود. در اینجا چهره که قرار کردن نصرت الله سیدوف هیچ یک نفر سیاسی و به یگان امور سیاسی دست نداده است. یک نفر دهقان و دهقانی خود و به کار خود مشغول بود، ولی متاسفانه امروز حکومت باید شرح بدهد که برای چی چنین به جرم‌ها دست بزند و مردم را روانه زندان بکند و شأن و شرف حکومت و مردم و ملت را در دنیا حفظ بکند. نصرت الله سیدوف ما مجبور میشویم، بار دیگر تکرار میکنم که من به نمایندگی از کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در اینجا با معلومات که همه دوستان و به حکومتداران میرسونم که اگر نصرت الله سیدوف آزاد نشود ما مجبوریم که در همه کشورهای اروپایی و چی پس غیر اروپایی و چنین تظاهرات و تیکت ها دست زنیم و از حقوق خود
و از حقوق برادرانمون، از حقوق دوستانمون، از حقوق ملت مظلوم تاجیکستان حمایت کنیم. من از همه برادران دوستان خواهش اظهار تشکر میکنم که ما اینا دوستان ما که از دیگر کشورها، از کشور پولند و لیتوانی و لاتویا و دیگر در اینجا هم میبینم که حضور دارن. اظهار تشکر میکنم و با نمایندگی از کمیته شهروندی نجات گروگانان و دیداریان سیاسی من در اینجا میرسانم که ما همه اعضایان کمیته در همه حالت با همه مردم هستیم و بخصوص با نصرت الله سعیدو و این خاندان و خاندان استاد سید عبدالله نوری که این باید در قطار دیگر مردم باید قهرمان ملت حسابیده شود. ما هستیم و از همه مردم با نمایندگی از کمیته با دیگر میگم که همه اعضای کمیته و ما با نمایندگی از واقعی رسانده که ما همیشه در پهلوی هر یک سیاسی و هر یک نفران از نزدیکان زندانیان سیاسی خواهیم بود. بار دیگر ما طلب میکنیم که آزادی و نصرت الله سعیدو، نه ما دقت ندادم در و همه زندانیان سیاسی، آزادی و امرین علامتشایو، آزادی و چهارشنبه آزادی و نصرت الله سعیدو، آزادی و نصرت الله سعیدو. تشکر زیاد. خوب برادران تا که ما و شما دوام دارد. خواهش میکنیم که منوچهر بفهمون رو مسافر رعایت کنیم. 1 متری دور برادران که در این طرف کم تا ایستر بیایید، ایستر بیایید. دو کم تا پیشتر بیایید برادران. کم کش بیایید برادران ایست بیایید. نام خانه نکشید. چی طرف بیایید برادران ایستر بشید. مسافر رعایت کنیم. خواهش میکنیم از ما خواهش دارم که 1 متری مسافر رعایت کرده شود. بله. خب تشکر از بابا ارشاد که در اینجا صحبت کردن. ما برادران چند تا شعارها رو بگیم بازم صحبتامون رو دوام میدیم. آزادی و زندانیان سیاسی، آزادی و زندانیان سیاسی، آزادی و زندانیان سیاسی، آزادی و نصرت الله سعیدو، آزادی و نصرت الله سعیدو، آزادی و نصرت الله سعیدو. ظلم بس است، ظلم بس است، ظلم بس است. ما برادران در اینجا طوری که میدانید نزدیکان و اقربا و دوستان و یاران برادر ما شما نصرت الله سعیدو در اینجا جمع شدند و این تیکت را قایم دارند و باشم تا میرسیم که تیکت فعلا بازم ادامه دارد. ما در اینجا از یک دوستان و مخلصان داملا نصرت الله سعیدو منوچهر کریستانی خواهش میکنیم که آمده صحبت خودشان را انجام بدهند. مرحمت برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همه نفرانی که در اینجا جمع اومدید. همه شما را خوش آمدید میگم. ماشاءالله درود بر شرف شما که شما به خاطر آزادی یک انسان بیگناه در اینجا جمع آمدین. تشکر به همه شما. Es ist sehr interessant, dass hier Menschen sich gesammelt haben. Und was machen hier Menschen? Vielleicht habt ihr eine Frage. Wir sind heute hier gekommen, weil, wie sagt man, wir kommen aus Tadschikistan und in unserem Land Menschen, die überhaupt keine politische Tätigkeit üben oder überhaupt gegen den Diktator etwas machen, die werden ins Gefängnis geschickt und die werden schikaniert. Und wir sind heute hier gesammelt, um zu sagen, dass wir sind gegen den Regime Rahmanov, der seit 30 Jahren unser Land und unsere Menschen unter schlechten Bedingungen und Menschen, die in Tadschikistan wohnen, die überhaupt, wie gesagt,
keine freie Meinung sagen können und die sind einfach in ein großes Gefängnis und das Gefängnis heißt Tadschikistan und in dem Land wird jeder, der andere Meinung hat, schikaniert und ins Gefängnis geschickt. Und wir sind hier gekommen, weil ein Mensch, der überhaupt unschuldig ist und er war auch in keiner politischen Partei, aber wurde verhaftet und wird schikaniert. Wir sind hier gekommen, um unsere Meinung zu sagen und allen anderen Menschen, die hier einfach, wie sagt man, hier gehen und uns hören, mit uns kommt ihr zusammen und sagt einfach für die Freilassung der unschuldigen Menschen, der in Tadschikistan verhaftet wurde. Der Nusratullah ist ein Mensch, der überhaupt in keine politische Partei war, aber der ist jetzt im Gefängnis und die Verwandten von dem wissen überhaupt nicht, was mit dem passiert. Ihr seht hier die Botschaft von Tadschikistan und ihr seht alle Menschen hier, dass sie nicht zu uns kommen, aber wir sind Bürger von Tadschikistan und wir sind hier gekommen, um unsere Meinung zu sagen und für die Freilassung von Nusratullah einfach unsere Stimme haben. Aus dem Grund, wir sagen Freiheit für alle unschuldigen Menschen in Tadschikistan, die jetzt unter schlechten Bedingungen in Gefängnissen sind. Und wir sagen Freiheit für Nusratullah. Freiheit für alle Menschen, die in Tadschikistan verhaftet wurden. Freiheit für alle Menschen, die in Tadschikistan jetzt in schlechten Bedingungen unter der großen Diktator in Zentralasien, Emomali Rahmonov, sich befinden. Der Emomali Rahmonov seit 30 Jahren schikaniert unsere Bürger und der macht unser Land kaputt. Und die Menschen, die in Tadschikistan sich befinden, die sind echt in einer sehr schwierigen Situation, weil der Diktator und seine Familie machen unsere Menschen kaputt und die schikanieren alle Menschen, die überhaupt etwas zu sagen haben. Sogar die Menschen, die anderen oder armen Menschen, die in der politischen Partei waren oder nicht waren, helfen, die werden schikaniert und die werden unter schlechte Behandlungen in Gefängnissen, wie gesagt, ich möchte hier einfach sagen, ja, es ist interessant, dass wir Menschen sich gesammelt haben. Ich sage euch alle willkommen und unser Land braucht euch und ihr seid die Männer, die in Zukunft für unser Land etwas machen können. Und wir sagen nochmal Freiheit für Nusratullah. Freiheit für Nusratullah. Freiheit für alle Menschen, die in Tadschikistan unschuldig in Gefängnis geschickt wurden. Freiheit für alle Menschen, die in Tadschikistan jetzt in einer schwierigen Situation sind. Ich sage euch allen, ja, ihr seid hier, um zu uns zu hören, was wir sagen zu haben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Tadschikistan seit 30 Jahren von einem großen Diktator regiert wird. Der hat kein Geduld gegenüber den Bürgern, die einfach etwas zu sagen haben. Und wir möchten zu sagen, ja, alle Menschen, die hier sind, hören uns und gehen weiter. Aber wir möchten euch zu sagen, dass wir brauchen echt eure Hilfe. Das heißt, ihr könnt einfach etwas gegen den Diktator sagen. Wenn jemand hier was zu sagen hat von diesen Menschen, die hier aus Berlin kommen oder überhaupt aus Deutschland kommen, die Situation wahrscheinlich in Tadschikistan kennen. Und ihr seht alle Menschen, dass hier befindet sich die Botschaft von Tadschikistan. Und niemand kommt raus, weil der Diktator uns nicht hören möchte. Der möchte einfach für immer regieren
und dann kommt sein Sohn und dann kommt seine Neffe und ihre Tochter und die möchten uns einfach in einem Gefängnis verhaften. Die möchten uns einfach zu sagen, ihr müsst nichts zu sagen haben, obwohl wir sind Bürger von dem Land. Wir Tadschiken seit 30 Jahren werden von einem großen Diktator in Zentralasien regiert und wir jetzt uns befinden in einer sehr schwierigen Situation. Ja, jetzt in der Welt gibt es echt sehr schwierige Situationen in der Geopolitik und auch in anderen Ländern wie Ukraine und weiter. Aber unser Land braucht, dass die Menschen, die hier einfach sich in Europa finden, in diesem wohlhabende Freiheit einfach benutzen, uns einfach mal sagen, ja, der Diktator muss weg, Rahmonov weg, Rahmonov, wir brauchen dich nicht. Alle Menschen in Tadschikistan sind gegen dich und du bist der Verräter. Du hast 200.000 Menschen im Bürgerkrieg getötet und jetzt du hast 10.000 Menschen unschuldig verhaftet und die haben überhaupt keine Möglichkeit mit ihren Verwandten und Familie telefonieren oder überhaupt was zu sagen und die Verwandten sind auch in einer sehr schwierigen Situation. Ich kenne sehr viele Menschen, die ihr Verwandte im Gefängnis sind und die können überhaupt Tag und Nacht nicht schlafen, weil das ist echt eine große Problem für alle Menschen, die hier sich befinden. Und ich sage nochmal, Freiheit für alle Menschen in Tadschikistan. Und danke, dass wir die Möglichkeit gehabt hatten, einfach einmal hier zu sagen, Rahmonov, der große Diktator Zentralasien muss weg. Freiheit für alle unschuldigen Menschen. Freiheit für Tadschikistan. Tadschikistan muss ein freies Land sein. Und wir bitten euch, alle Menschen, uns zu helfen. Ja, ihr könnt mit Worten, ihr könnt einfach beistehen und zu sagen, Rahmonov, du musst weg. Und danke. خوب برادران بازم خواهش میکنید فاصله را رعایت کنید. فاصله رعایت کرده شد. برادران یک متری فاصله خواهش. یک متری فاصله از این طرف یک کمتری طرفتر باشید. برادران همه به یک آواز خواهش میکنید که فعال باشید. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به زندانیان سیاسی. آزادی به نصرت الله سعیدو. آزادی به نصرت الله سعیدو. آزادی به نصرت الله سعیدو. خب برادران عزیز گرامی، برادران استخدام سربست یکی از شاگردان دیگه یا مخلصان پیروان مرحوم استاد سید عبدالله پوری میباشد و بخواهم که در اینجا فکر و نظر خودم را حتما بیان کنم. ضمن برادران عزیز گرامی، آن چیزی که من و شما رو که اکثر در اینجا همه از جمله نزدیکان و خویش و اقربای برادری نوزندان شده ما و شما یا که نوزندان شده ما و شما درسترش خوب دوستای عزیز مهربان من، ما در اینجا آمدیم برآمد کردیم با زبان آلمانی و گفتیم آزادی به تمام انسان‌هایی که در تاجیکستان هستند، آزادی به تمام انسان‌هایی که بدون گناه و با گناه‌های بافته زندانی شدند و ما می‌خواهیم به حکومت تاجیکستان بگوییم این کار شما دوامدار نخواهد بود، بگذارین که مردم آزاد زندگی کنند. من حیران میشوم وقتی که میبینم که رحمانوف پدر خوب نیست. اگر پدر خوب میبود برای فرزند خود اینقدر دشمنهای زیاد جمع نمیکرد. پدر خوب باید برای فرزندش چیزی خوب بباند، اما رحمانوف فقط ناآزادی، گناه، ملامت مردم را برای پسر خود میخواهد واگذار کند
و باوری این را دارد که این عائله برای همیشه در سر قدرت میمانند، اما این امیدشان را آنها به گور خواهند برد. این را من میگویم و باز هم خواهم گفت. من باوری دارم کمیته امنیت باشد یا وزارت داخلی همون منطقه باشد، اگر رفته از هر یک فردی همون دهه همون ناحیه اگر از دامدار نصرت‌الله بپرسند که این چه گروه آدم بود، باوری دارم که هیچ کسی نیست که این برادر را به بدی یاد کند یا به بدی ذکر کند. از همین خاطر برای حکومت جمهوری تاجیکستان هم برای کسایی که این برادر را آزاد کردند گاهی خوب می شود که بدون دراز کشیدن مهلت این برادر را آزاد کنند و بگذارند که این برادر با همون کار خواجگیداری خودش، با همون کار خیرخواهی خودش در بین مردم و شما البته که این را نظارت بکنید میدانید با کمک‌هایی که این برادر و اهل قریه و دهه خودش کردگی است در زیر نظارت شما کرده و بیرون از این هیچ کار کردگی نیست. پس برای شما بهتر است که تا از اینه که این خش اقربا و نزدیکا و دوستان جمع شوند و بعد از این پیکت ما پیکت دیگر کنند، تظاهرات کنند، در اینجا باز جمع نشید، خوبتر است که این برادر را آزاد کنید و به همین این برادران از این پیکتی که میخواهند در آینده بکنند انجام ندهند. پس دانسته باشد که آن چیزی که ما را جمع کرده است، نزدیکان این برادر را جمع کرده است و مخلصان و شاگردان مرحوم استاد که این برادرزاده استاد از جمع کرده است، به همین خاطر است که هر چیز زودتر این برادر ما را آزاد کنید و در حالتی که اگر این برادر آزاد نشود، البته که نزدیکان این برادر و کسی نزدیکان و دوستداران و پیروان و شاگردان مرحوم استاد سید عبدالله نوری بازم در روزهای آینده مجبورند که به تظاهرات‌های بزرگتر، وسیع‌تر در دیگر شهر و کشورها انجام گیرند. به همین خاطر من همچون یک شخصی که چندین برادرم زندان بودند و فعلا هم زندانند، اما امروز در اینجا آمدم و میخواهم که و آرزو دارم تا یک برادر دیگر مظلومانه پشت پنجره نشود. بله من در دیگر پیکت‌ها و در دیگر تظاهرات‌ها طلب آزادی همه زندانیان را کردیم، در اینجا میکنیم، اما در اینجا همچون یک فرد که برادران زندانیان آمدن برای آزاد شدن این برادری که بدون هیچ عذر این دوستای عزیز سفارت تاجیکستان، سفارت تاجیکستان در برلین یگان نفر نمیاید که گپ بزنه قدیما، حداقل بگه که شما کیین، چیین، چی میخواین. و هر چیز زودتر این برادر را آزاد کنند و دیگر پیام همین است که حکومتداران تاجیکستان و کسانی که این برادر را بازداشت کردند خوب میدانند که این برادر نصرت‌الله سعید برادرزاده استاد سید عبدالله نوری است و استاد سید عبدالله نوری رکن صلح و وحدت ملی تاجیکستان است. این را همه مطمئن شما میدانید. یکی از کسانی که صلح جمهوری تاجیکستان را برقرار کرد این مرحوم استاد سید عبدالله نوری است. خوب میشود که حکومتداران به این وعده‌هاشون باشند تاجیکی باید گپ مثلا فراموش و بالای اون کسانی که در تاجیکستان هستند فشار بیارند، ظلم نکنند، لااقل حرمت استاد مرحوم سید عبدالله نوری را بجا بیارند. از همین خاطر بازم در آخر بیان میکنم که خواهش ما این است که این برادر هر چیز زودتر، هر چیز سریعتر آزاد شود تا برود به خانه خودش، به نزد فرزندان و اولاد خودش و از پشت خواجه‌گذاری و خیرخواهی و خدمت خودش به مردم باشد. خب این صحبت من البته چون رامی هم در اینجا بودم برندم را و به خصوص فکر نظرم را برای این پیکت بیان کنم. آزادی و نصرت
نصرت الله سعیدov آزادی به نصرت الله سعیدov آزادی به نصرت الله سعیدov آزادی به زندانیان سیاسی آزادی به زندانیان سیاسی آزادی به مردی نکنام و خیرخواه آزادی به مردی نکنام و خیرخواه آزادی به مردی نکنام و خیرخواه آزادی به نصرت الله سعیدov ما بازم با معلوماتی شما برادران و کسانی که در پخش مستقیم ما شما را بینندند بیان میکنیم که ما امروز در اینجا پیوندان، نزدیکان، دوستان و پیروان استاد مرحوم سید عبدالله نوری و نزدیکان برادر نصرت الله سعیدov در اینجا جمع شده تا ناراضگی خودمان را از بازداشت این برادر بیان کنیم و قاطعانه اینجا جمع شدیم که قاطعانه از حکومت کشور خواهش میکنیم که این برادر را آزاد کنند. ما فعلا در اینجا از یکی از نزدیکان و نزدیکان خیلی نزدیک این برادر داملا نصرت الله سعیدov که در اینجا حضور دارند از ابوبکر نوری از نزدیکان این برادر خواهش میکنیم که آماده در اینجا صحبت خودشان را ادامه بگیرند. مرحمت برادر. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله. من یادم اعضای یکدیگرم که در آفریدی یک داغرم چوز بدک و در دورگاه یک ظهور نمانم قرار برادران که اینجا آمدن یا رسولان که آمدن بخاطی یکی از برادرای دو یکی از نزدیکای شما برای چی جا اومدین؟ شما برای چی در جا اومدین؟ کدک جا؟ برای اول کلون. اوای کلون کرا چکار کردن؟ زندانش کردن؟ اوای کلون چی نم دارن؟ نصرت الله. نصرت الله؟ آخران بار کی دیده بودین اوای کلون؟ یاد بلندتر گپ نمیزنی؟ بلندتر آخه گپ نمیزنم. خوب سلام علیکم. بیای جان نام تو چی است؟ محمد مرسی. محمد مرسی. با خاطر چی در اینجا اومدین؟ آزادی نصرت الله. حتی کی اومدی؟ حتی تقوی. حتی تقوی تو اومدی؟ عباد نامد؟ عباد من اومد. عباد حتی نام رسون. ماشاءالله. چی میخواید بوی بایم؟ چرا این چی بوی؟ استعفاش نمیدونی؟ یا جواب اصلی یا برو دیگه یا برو دیگه ماشاءالله. چند ساله است که مرسی؟ 8 ساله. 8 ساله؟ مکتب میخونی؟ صنفی چند؟ صنفی 2؟ صنفی اگه گذشتی؟ نمیسی را یاد بگذاری؟ این بیاد میدونم ایزا میکش بگوی بیاد ایزا میکشی بیاد تو چند ساله؟ 7 چند؟ 7 صنفی 2؟ یک؟ صنفی 1 رفته شده صنفی 3 باید برای؟ یک زنگی با اون زدن با هم اینه گپ زن تاشا فرقی نداره گپ زن گپ زن سلام علیکم.
گریونه گپ زن. الو آخه تلفن است که الو کنیم. شهری باختن قرار دارد. حالا معلوم نیست که مکان صدا شده پورا مثلا پرونده با ما چه نگفتن. ما از مقامات کشور، رهبران کشور از همینا یگانه طلب ما همین است که نصرت الله سعید و یا نصرت الله نوری حتما آزاد کرده شود. خب مقامات میخواهند که با بازداشت این برادران گناهی ندارند عمری بورسی خود را دراز کنند یا که حکومتی خود را حکومتی فلک خود را میخواهند با چند سال دیگه ببرند. اگر بخواهند این کار را ببرند زندانی کردن مردمی که گناه ندارد، برادرانی که گناه ندارد عمری حکومت باید کوتاه بکنند. برای چی؟ برای همین من خواهرانه چند سال هستش؟ از باز دیگر طلب دارم از مقامات صدرتی از رهبران حکومت و برادر ما که گناه ندارد مقاماتی که در خدلان یا ناحیه وحش به خوبی میدانند. داملان نصرت الله نوری با آنها رفت آمد داشتند. خوب بدانند یگانه طلب ما همین است که داملان نصرت الله نوری را بزودی آزاد کنند. سلامت باشد. برادر اقلانی عزیز خواهران گرامی برای آمدنتون تشکر زیاد. سلامت. برادران حوصله شعارا آزادی با نصرت الله سعید آزادی با نصرت الله سعید آزادی با نصرت الله سعید آزادی با زندانیان سیاسی آزادی با زندانیان سیاسی. برادران طوری که میدونید ما شما به اخیر این تظاهرات کمون میرسید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز ما در اینجا در میکن قرار داریم و برادران در همینجا همه یک صف خواهش میکنیم یک صف همینجا به همونجا بگذاریم بعد همونجا پیکتون به خاتمه میرسیم. خب در اینجا پیکت اینا به خاتمه رسیدن دوستای عزیز. ما نیز طرف خانه میریم. طرف خانه تا میخوای گپ زنی؟ نام چی ای؟ عبدالله. برای چی جا اومده ای؟ آخه دارم جوستم چیش کنه بودم چیش کنه بودم؟ سپورتش کنه. برای کی؟ برای چی اومده اینجا؟ اینجا چی گپ گذاشته ایست است؟ رحمان آخه استفاق بوده. برای چی استفاق کنی؟ چی کار از رحمان؟ آدم را به خودم غم شده است. آدم را غم داشته است؟ در اونجا کلون شای چی میشه؟ فوتبالیست. فوتبالیست؟ تو چی میشه؟ فوتبالیست. تو؟ فوتبالیست. تو؟ من؟ آه. چی بشم؟ کلون شای چی میشه؟ پرزیدنت. پرزیدنت؟ اوه؟ اول ما پرزیدنت. کلون شای پرزیدنت میشه؟ همون زمان کو مطاقن میشه. خوب دوستای عزیز اینجا با کودکان تاجیک کمی صحبت کردیم که با کلانتر صحبت کنه یاد بگیرن و بله خوشحال شدیم که بیا ایش بین. خوب در اینجا مردم خیلی زیاد هستند. تظاهرات هم فیلم ادامه داره به نزدیکی به انجام میرسه. ما کمک دیر اومدیم. در تاجیکستان به شما می‌رود. دیگر هیچ عیبی ندارد.
او میتوانید در همان روزهای اولی فشار و مخالفان تاجیکستان را ترک کند و در یکی از کشورهای اروپایی من کانال منوچهری کوهستانی منوچهری کوهستانی این هم که گفته می شود به خاطر کمک و مهربان بازداشت شده است و مبلغ‌هایی که برای آنها صرف می‌کند گویا از یک کشور دریافت کرده است یک حرفی به اساس و تهمت است. بله او به مهربان کمک می‌کند زیرا نه او این کار می‌کند و نه ما مدیر بسیاری با وجدان این کمک و مهربان را کاری ناپسند نمی‌شمارد ولی دریافت مبلغ از یک کشور دیگر برای این کار یک تهمتی بسیار می‌پاید. نصرت الله سعیدو ریاست یک خواجگی را به عهده دارد و از نظر اقتصادی انسانی دارای است. او برای کمک به این یا آن نیاز ندارد که از جای پول دریافت کند بعضی وجدان انسانیش او را وادار میکند نانش را نیم کند و به محتاجان یاری رساند. بنابراین مقامات تاجیکستان باید خوشحال شوند که به جای آنها که وظیفهشان است و محتاجان کشور کمک کنند یک شهروند با پول و مال خودش برای آنها خرج میکند نه اینکه انسان خیرخواه را بازداشت کنند و بر او فشار آورد. عمل شما در واقع این پیام را می‌رساند که هیچ کس حق ندارد و محتاج کمک است و نیازمندان از گرسنگی و مداری می‌میرند. شما با این عملتان باعث می‌شوید بابی کمک و محتاجان در کشور را ببندید. لازم بیان سبب اساسی بازداشت و نگهداری نصرت الله سعیدو از سوی مقامات اسلامی تاجیکستان تعیین شدن محمد جان نوری فرزند استاد محمود سید عبدالله نوری در 2 هفته پیش از عنوان معاون رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان سیاسی تاجیکستان است. مقامات کشور بدانند که فعالیت محمد جان نوری هیچ ربطی و بستگان و نزدیکان او در تاجیکستان و بخصوص نصرت الله سعیدو ندارد. اساساً این عیب است که شهروندان تاجیکستان به خاطر فعالیت یکی از بستگانشان بازداشت و مورد فشار قرار می‌گیرند. بنابراین ما از تمام سازمان‌ها و نهادهای دفاع از حقوق بشری داخل و خارج و در گناه دیگر در تاجیکستان صدا بلند کنند و کار کنند که حکومت تاجیکستان دست از این گونه رفتارهای غیرانسانی خود بردارد. ما پیوندان و بستگان نصرت الله سعیدو همچنین از همه گروه‌ها و احزاب سیاسی تاجیکستان شخصیت‌ها و نهادهای حقوقی که همدردی خود را بیان کردند و ما را تنها نگذاشتند کمال این تشکر را بنماییم. در آخر پیام ما و مقامات تاجیکستان این است که تجمل اسلامی ما قدم اولین است. اگر فعالیت نصرت الله سعیدو را به حالت مزد ما اسلام‌های دیگری را در نظر داریم و تا زمانی که نصرت الله سعیدو آزاد نشود لحظه آرام نمی‌نشینیم. با تشکر پیوندان نصرت الله سعیدو. سلامت باشید. ما تشکر زیاد. خود برادرها شعارا رو بگید. آزادی و نصرت الله سعیدو. 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 آزادی و محبوسان سیاسی. آزادی و محبوسان سیاسی. آزادی و محبوسان سیاسی. آزادی و محبوسان سیاسی. آزادی به مردی خیرخواه و نکنو. 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 آزادی به نصرت الله سعیدو. آزادی به نصرت الله سعیدو. آزادی به نصرت الله سعیدو. ظلم بس است. ظلم بس است. ظلم بس است. برادران خواهش میکنم که در اون طرف بسه.
برادر دست اونجا بسن یک تک ادامه راست یا یک کارت بذاری بیارو به اونجا بسن بده وطن نزدیکه بله سازش میگن هستن بس که اینجا سیو من میحراب من عارم Wir gehen einfach schon. Das heißt, wir machen unser Kundgebung fertig. Aber wie gesagt, der Kollege hat es vorhin schon gesagt, nicht direkt vor der Botschaft jetzt auf der anderen Straßenseite. Aha. Kann ich einfach vor der Botschaft Videos drehen? Ja, das ist doch. Ja, ja, okay. Videos können Sie dann, wenn es jetzt beendet ist und jetzt nicht mehr im Rahmen der Kundgebung ist, können Sie Videos drehen, klar. Aha, okay. Nach der Kundgebung. Ja, genau. Aber jetzt nicht mit allen hier rüber marschieren. Nee, alles gut. Wir ja. Ich denke, die marschieren nicht vor der Botschaft. Das macht ihr nicht, oder? Nee, wir gehen einfach vorbei. 2, 3 Personen mit Abstand. 2, 3 Personen? Ich meine mit 2, 3 Personen mit Abstand. 2, 3, dann danach noch 2, 3, danach 2, 3. Wir müssen einfach gegenüber hingehen, nicht gerade vor Botschaft. Ja, hinlaufen? Einfach hier geradeaus, dann machen wir, was wir gesagt haben gerade, der eine von uns, aber ohne dass es zu laut ist, alles zusammen. Wir haben fast alle Autos da hinten geparkt. Also und die laufen jetzt quasi einfach hoch. Einfach dann fertig. Ja, einfach hoch. Okay, jetzt aber nicht davor stehen. Nein, also ist jetzt beendet? Darf ich Aufnahme? Bleiben so lange noch stehen, bis Sie da laufen? Von Sie überhaupt. Die machen gar nichts, stellt keiner da. Nur geradeaus. Okay. Wenn die jetzt hier eins vorbeilaufen, jetzt aber auch nicht gerade. Nein, habe ich stehen. Ja, alles okay. Vorbei. Oh je, es hat mir keinen Sinn. طرف منم ثبت کن صدا میاد خوب دوستان عزیز در اینجا تظاهرات این برادران به انجام میرسند و من همچنین یک شخصی که میخواهم که همه تاجیکستانیان آزاد باشند در اینجا آمدم اشتراک کردم و امید دارم که انشالله انسان هایی که ظلم میکنن بفهمند که ظلم آنها برای همیشه نیست. ظلم تنها برای یک چند روزی هست و نفرانی که ظلم میکنن آنها خود از بین خواهند رفت. به خاطر ما میخواهیم بگوییم که رحمانوف امروز هرچند که شما ملت را دارید تهدید میکنید و میخواهید ملت را از بین برید. ما گام زدم نگی آدم برای چی شما دوست می‌دارید؟ سلام علیکم. سلام علیکم. یادم این میگه کی اصلا خراب بود مثل میگم چاو خدید داره. چه سلام گابون. چی میگه نرفتی گاب زدن خاطشو. نگم. خاطی و Cobrança a polícia. Escute. Die können auch ohne Plakate hingehen, oder? Die können einfach ohne Plakate. Okay. Und ohne Lautsprecher. Okay. Dass ihr halt die Kundgebung hattet und das nur so abgesprochen war. Der Kollege meinte gerade, dass ihr noch vorbeilaufen wollt. Aha, das war nicht abgesprochen? Das war nicht abgesprochen, dass die Plakate gezeigt werden und mit Lautsprecher geredet wird. Ah, ja. Okay, ja, die machen jetzt schon fertig. Ich danke Ihnen, ja, für die Sicherheit. Ja, danke sehr. Okay. در اینجا پلیس میخواد که چون که هم خیلی صحبت شده بوده است که باید پلاکتاشون را جمع کنن وقتی که میروند در راه در همون جایی که اجازت بود در همون جا میتینگ شو گذروندن خوب حرکت دارن میروند. ما در اینجا در پیش سفارت تاجیکستان قرار داریم. سفارت تاجیکستان حیات کامه خوب اینجا مردم دارن میدان میروند. خیلی مردم هم جمع شدن واقعا برای آزادی همه مردم. من شخصا خودم میخوام که همه مردم تاجیکستان آزاد باشن. رحمانوف با تهدید و با
نمیفهمم ترسانیدن مردم هیچ وقت نمیتواند که مردم را متهم خود کند، چون که ما انسان ها برای همیشه نیستیم و رحمانوف نیز برای همیشه نیست. دوستای عزیز در اینجا تشکر برادری که در اینجا نوار برداشته است از بودگارد، یعنی برادر عزیز من. خوب ما در نزد سفارت تاجیکستان میخوایم از یک نوار بگیریم. بیا اینجا دوستای عزیز سفارت تاجیکستان است و چون که شما میبینید ما در اینجا جمع اومدیم با تمام مردم. سفارت تاجیکستان ما برای شما نشان میتم و هیچ نفرم بیرون ناومد که خاطرش صحبت کنیم و حاضر میخواهیم که از نفرانی که در سفارت هستند سوال بپرسیم که شما چی فکر دارین در این باره که مردم در اینجا جمع آمدن. من حیران هستم که اینها چی جواب میتونستن با ما داشته باشن. من همچون شهروند تاجیکستان میتونم با کنسولات و با چفت یعنی با سفارت تاجیکستان صحبت کنم. من همچون شهروند تاجیکستان اجازه دارم که با سفارت تاجیکستان صحبت کنم با نفرانی در اینجا حضور دارن. اینجا ما زنگ سفارت تاجیکستان را پخش میکنیم. خوب ما انتظار هستیم که یگان نفر در اینجا پیش ما بیا با اونو صحبت کنیم. اینا در اینجا هستن، معلوم است دو چرخه‌هاشون در اینجا هستن، هیچ نفری نمیخواد بیرون بیاید که ما با اونها همچون شهروند تاجیکستان صحبت کنیم و بگوییم که شما درباره جمع آمدن همین مردم چی فکر دارین و در اینجا معلوم است که سفارت تاجیکستان نوشته شده است. دوستان عزیز اینجا سفارت تاجیکستان نوشته شده است و ما خوب اینجا سفارت تاجیکستان نوشته شده است. اینجا چون که شما میبینید با زبان تاجیکی یعنی با حرفای سریلیکی تاجیکی. خوب ما انتظار میشویم در اینجا که آیا نفرانی که در سفارت تاجیکستان کار میکنن پیش ما میان یا نه، چون که شما شاهد باشین دوستان عزیز ما با کسی هیچ صحبتی نخواهیم داشت و فقط زنگ زدن که میخواستیم با اینا صحبت کنیم. Ich muss Sie ganz kurz stellen. Ja. Für die Versammlung ist der gegenüberliegende Weg bereitgestellt worden. Okay. Hier vor der Botschaft. Aber ich mache überhaupt keine Versammlung. Ich wollte einfach mit den Botschaften. Ja, ich muss mit denen reden. Ja, aber das ist, ich bin doch kein Kundgeber. Ich muss mit denen einfach reden. Ein Interview durchführen. Das ist doch normal, oder? Das ist meine Botschaft, oder? Ja, das ist Ihre Botschaft. Ja. Aber man möchte nicht mit Ihnen reden. Wer muss nicht mit uns reden? Ja, die haben nicht geantwortet, aber die können uns antworten. Ich bin doch Bürger von Tadschikistan, ihr wisst doch das. Ich habe das Recht, einfach hier klingeln und denen reden, oder? Jetzt in dem zeitlichen Zusammenhang nicht. Genau. Aha, Ja, in einer anderen Zeit kann ich. aber wenn wir jetzt hier telefonieren bzw. Klingeln und die sich gestört fühlen, Aha. dann müssen wir das jetzt verweisen. Okay, okay, ich übersetze kurz und weil ich in Live bin. Dankeschön. Ne, das verstehe ich auch. Wenn die einfach sich gestört von ihr Bürger, das versteht ihr auch. Ich weiß, dass ihr seid auch für Freiheit. Ja, aber ihr müsst neutral bleiben. Sie haben ja jetzt aber kein gerade direktes Anliegen, oder? Ich möchte einfach mit denen reden. Ich bin erstmal hier. Ich möchte mit denen einfach reden. Ich bin ein YouTuber und es ist sehr interessant, was die einfach sagen, warum Menschen hier sind gesammelt und die kommen nicht raus. Einfach mit denen reden. Die sind doch Bürger von Tadschikistan. Das ist doch unser Recht, einfach zu fragen, warum kommt er nicht raus. Das ist nur das. Wir möchten überhaupt niemanden stören. Das ist überhaupt keine... Können Sie auf die andere Gehwegseite gehen? Ja, auf die andere Gehwegseite und sprechen dann dort weiter in Ihre Kamera, dann wäre das einfach angenehmer. Ja, okay, dann haben wir ja, ich auch danke kein Ihnen. Problem. Ja, Dann gehen Sie ich einfach verstehe rüber, Sie. dann Und können ein Sie anderes trotzdem- Mal kann ich einfach hier kommen, oder? Ein Interview Wenn Sie durchführen. ohne, meinetwegen, aber jetzt nicht in dem Zusammenhang jetzt hier. Ne? Okay, Wenn Sie ja. jetzt sag ich mal, ein Anliegen haben, was die Botschaft betrifft, dann ja. Wenn man aber jetzt gerade im Moment nicht mit Ihnen sprechen möchte, dann muss darf man ich eine auch nicht- Frage? Ja, bitte. Es wurde euch vermittelt, dass wir nicht mit Botschaft reden können oder überhaupt was wurde Ihnen gesagt, dass in dem Zeit Sie fühlen sich gestört und möchten nicht mit uns reden? Habt ihr sowas
Es wurde gerade mitgeteilt, dass sich halt hier Leute befinden, aber die Abstromphase, weil Sie ja vorher an der Versammlung teilgenommen haben, die soll dann auf der anderen Seite stattfinden. Okay. Ja, also in dem Zusammenhang jetzt mit der Versammlung soll es nicht auf der Seite Das ist ja die Polizei in Deutschland, eine sehr liebe Frau, und die Männer, die hier sind gekommen und ganz kurz uns erklärt, dass wir jetzt in der Zeit nicht eine Aufnahme durchführen können hier und mit dem Botschaft reden können. تشکر دوستان عزیز. پلیس آلمان خیلی پلیسی با احترامانه هست. دانکشون. و از ما خواسته شد که ما از اینجا برویم چون که سفارتخانه تاجیکستان نمیخواسته از صحبت بکند و زنگ زد به پلیس که بیاین از اینجا و بیاین که یک منوچهر کوهستانی در پیش سفارت آمده است. منوچهر کوهستانی آدمخوار نیست. منوچهر کوهستانی یک انسان است، یک شهروند تاجیکستان است و میخواهد با سفارت خود صحبت بکند، اما با سفیر خود صحبت بکند. سفیر کشور ما تاجیکستان سفارت تاجیکستان است و ما حق داریم که با اینها صحبت بکنیم، اما متاسفانه اینها بیرون نمیاند. Und hey, was geht euch? Wo lädst du das hoch? Wo kann man das finden, was du filmst? Aha, das können Sie einfach in Manuchehri Koistoni zu finden. Kannst du das aufschreiben? Ja, ich kann sie aufschreiben. Können Sie das bitte kurz halten? اینجا برادران و خواهران آلمانی اومدن و میخوان که من سایت یوتیوب خود برای اینها بنویسم و برای اینها بنویسم الان. Manuchehri Koistoni. Sie können einfach hier das sehen. Dankeschön. Ja. Ich danke Ihnen, ja. Das ist sehr lieb. Ciao. Okay, در اینجا یک کلاس ها تو در جای مردم به همه زبان دنیا قاید تو گاب زایستیم به خدا عیبه نمیدونین هم کلاس ها تو بچه خیلی خیلی زورت تو کنن با که هم کلاس ها بونین یا که آمختش دگین تو نگن تو کلاس بجخین کلاس نمیجخین. خوب ما باید که راه بگذاریم چون که پلیس آلمان اومد از ما خواهش کرد که از اینجا بروین و نمیخوان که با مردم صحبت کنیم چون که مردم گم شد. همه رفتن تمام. خوب خسته شدیم؟ الحمدلله که ثبت شده. خالص خود ثبت شده. خوب تمام. بریم باوجا. بریم قطعی مردم گپ زنیم. بیاین. خوب دوستای عزیز. آنلاین هست. سلام علیکم. خوبی سلامت می‌کنید؟ های مردم یک تلفن شما دیدن نمیتونیم بخدم. خوب دوستای عزیز، در اینجا میتینگی ما به انجام رسید و مردم همه آزادی را گفتن و الان همه میخوان که به خانه های خود برن. واقعا از جایهای دور مردم اینجا آمدن، از کشورهای دور مردم اینجا آمدن که بگوین که آزادی به مردم تاجیکستان. مردم تاجیکستان چی گناه کرده است که باید زندان شود؟ مردم تاجیکستان حق دارد که در کشور خود آزاد زندگی کند، حق دارد که به مردم کمک کنند، حق دارند که انسان‌ها در کشور خود آزاد باشند. امروز وقتی که من واقعا یک بار تکرار میکنم، رحمانوف پدر خوبی نیست. پدر خوب باید برای آینده فرزندش دشمن دوست بمانه، اما رحمانوف تمام مردم تاجیکستان برای خود و برای پسر و برای خانواده خود دشمن کرده است. در همین جا پخش زنده ما به انجام میرسد. تشکر دوستان عزیزی که با ما بودید. خوشحال هستم از بودن شما. باز یک چیز دیگر تذکر بدم که برنامه سوگند به قلم دیروز پخش نشد به خاطر آن بود که مهمان آمده بود و به خاطر احترام مهمان ها دیگر وقت نداشتیم که برنامه را ثبت بکنیم، اما انشاءالله که امروز یا اینکه فردا برنامه ما پخش می شود و انشاءالله باز همدیگر را خواهیم دید. خدا حافظ، در امان الله باشید. خوب